بهترین حالت کباب چنجه به ساده بودنشه. بله دوستان عزیز، من مزه دارش نمی کنم، همینجوری ساده به سیخ میگیرم. خب گوشت ما گوشت گوساله هستش، اونم فیلش. شما میتونید از راسته گوسفندی هم استفاده کنید، من از فیلی گوساله استفاده کردم. ببخشید کلا یادم رفت سلام کنم. خوبی؟ امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. خیلی خوش اومدیم به کانال خودتون. برای طرز تهیه کباب چنجه ابتدا گوشت رو میشوریم، سپس اجازه میدیم تا آبش کامل گرفته بشه. بعد گوشت رو برای سیخ گرفتن خوردش میکنم. تیکه ها هم اندازه باشن تا کباب یک دست پخته بشه. من نگاه کنید اول گوشت رو به سیخ میگیرم، بعد دنبه گوسفندی داریم، بینشون دنبه گوسفندی بذارین. اول و آخرش گوشت باید باشه. نگاه کنید این دنبه، این آخریش هم گوشت باید باشه. نگاه کنید اول و انتهاش همش گوشت بود، ما بینشون دنبه بود. یه اندازه هم سیخ کشیدم تا یک دست کباب بشه و کامل روی منقل قرار بگیره. این سیخ آخری هم دنبه بود، دنبه های ریز بود کشیدم. بعد سیخ گرفتن روش نایلون میکشم، 1 ساعت زمان میدم به همین حالت استراحت کنه، بیرون از یخچال نه داخل یخچال. بریم زغالمون هم آماده کنیم برای چنجه. روشنش کردیم. خب دوستان عزیزم، من کانال آموزش بافتنی در آپارات و یوتیوب دارم. اسمش توی آپارات آموزش بافتنیه، تیک سبزم داره. در یوتیوب هم آموزش بافتنی به برای لاتی. کافیه یه سرچ کوچیک بزنید زودی پیداش میکنید. بالای 100 تا آموزش های کیوت دخترونه، لیف، اسکاچ، کلاهای نقابدار، کلاهای ساده پسرونه دخترونه. حالا دارم تبلیغ میکنم، هر چی که خودتون دوست داشته باشین توی کانال من موجوده. چند مدل لباس زمستونی مدله، اونا هست، حتما بریم. خب عزیزم، وقتی که همه چی آماده شد خواستم چنجا رو بذارم روی زغال، روی منقل. ببینید من روش نمک زدم، شما میتونید فلفل سیاه هم بزنید ولی من نمک زدم. نمک رو تو مرحله آخر میزنین نه اول، دیدین که همین لحظه زدید. وقتی میگم هم اندازه دیدین، اندازه ها رو دود میکنه. اگه شما خواستی میتونینم دنبه هم نذارید، ولی خیلی خوشمزهش میکنه دنبه. دوست داشتین گوجه هم میتونید کباب نکنید، ولی من کباب گوجه رو بیشتر دوست دارم. 2 سیخ گوجه هم زدم. به همین حالت وقتی کباب چنجه هر دو طرفشون به خوبی مغز پخت شد، کباب شد، از روی منقل بردارین. اجازه ندین دیگه بسوزه، جزغاله بشه. داخل رو نگاه کنید، بکشید. نوش جونتون عزیزان. لایک و نظرات زیباتون فراموش نشه. خدا نگهدار.